همینطور که میدونید اولین ویدیو یوتیوب من راجع به تیک تاک بود و خیلی از شما اون ویدیو رو دوست داشتین و ازم درخواست کردین که چرا یه ویدیو دیگه ازش نمیسازی. چرا که نه، کی از پول و ویو بدش میاد. ببینید بچه‌ها، من یه مشکلی که همیشه با تیک تاک داشتم این فضای ارباب بردشه. آدمای توی تیک تاک منتظرن اربابای بزرگ یه دنسی روی موزیکی برن، یه چالشی انجام بدن، یه لفظی رو استفاده بکنن که اینا مثل یک برده تقلید کنن و انجامش بدن. و این قضیه هم شده یه مسابقه منتظرن باران و ستایش یه چالشی برن، یه رقصی انجام بدن تا صدم ثانیه بعدش اونا هم انجام بدن بذارن تو تیک تاکشون، مثلا برن توی اکسپلور ویو بخورن. الان فرض کنید من ستایشم، فقط کافیه من یه اینطوری بکنم که 5 دقیقه بعدش یه بچه 12 ساله از من کپی کنه. و خب تو این شلوغی‌ها هم یه سری افراد خیلی زرنگ‌ترن، زودتر انجام میدن و پاداششون رو دریافت میکنن. میرن توی فور یو لایک میگیرن، یه سری کامنت براشون میاد که وای آجی چقدر قشنگ درس رفتی، وای دیگر تو بخورم شام نخورم. دختر خانوم کاش من عرق زیر بغلت بودم. و خب اون دوستانی که از ترند عقب موندن میشینن یه گوشه اتاقشون و گریه میکنن و زیر لب میگن من از این چالش عقب موندم، من خیلی کند بودم، نتونستم اعلام عضویت تو جمع بکنم. پس میام چیکار میکنم که بتونم توجه دیگران رو جذب کنم؟ این چالش رو با مامان و بابام رفتم. بچه‌ها من این چالش رو ایرانیزش کردم که شما هم لذت ببرین. اگه ایرانی لایک بکن. اینکه میام اصلا گریه میکنم که بقیه اصلا کامنت بزنن، اگه این گریه واقعیه بشینم سکته کنم. و حاجی من تو ویدیو قبلی هم این موضوع رو گفتم، یه چیزی که خیلی نامردیه، رپرها خواننده‌ها به تیک تاکرها پولای هنگفت میدن تا این تیک تاکرها بیان رو موزیکاشون یه دنسی یه غیری بدن که این موزیک رو وایرال بکنن که بقیه هم انجام بدن. و میگم آقا فضای تیک تاک ارباب بردست، واسه همین میگم فقط کافیه 100 تا 200 تا فالوور توش داشته باشی، یه غیر بده که بقیه همون غیر رو بدن و ما بقیه واسه اون تیک تاکر کارخونه پول میشن. اصلا باور نکردنی از تیک تاکرها خدا میسازن. همین چند وقت پیش تو یوتیوب یه تیک تاکر اومد 2 تا ویدیو گذاشت، با همون ویدیو مانیتایز شد، با همون ویدیو بالای 10,000 نفر رو زد. اصلا باور نکردنی. چرا خب بعد فاضل بدبخت تو یه هفته 2 تا ویدیو بده با این وضعیت آر پی ام خرم که بتونه خرج خودش رو در بیاره. و همینطور که میدونید در حال حاضر نیموتگیدو دستگیر شده، یا دستگیر نشده پیجش بسته شده و خیلی از فناش براش نگرانه و حقم میدم خدایی. ولی چیزی که من تو تیک تاک دیدم و دهنم خوش شد و رفتم بابتش آب بخورم، دیدم یه سری فناش نشستن تو تیک تاک دارن به صورت جدی گریه میکنن. چون میگم گریه نگه 2 تا اشک و گریه که مثلا ببینی تو هم گریت در میاد بغض میکنی، و همین گریه کردن خودش شده یه چالش. دارن بقیه اسکی میرن از هم گریه میکنن. چرا خب بچه‌ها چرا اینطوری میکنی؟ تو رو خدا اصلا نیاز نیست این کارا رو بکنی. بده دیگه. البته من که دارم این حرفو میزنم خودم سال 2014 سر مسابقه جان سینا و براک لنزر، وقتی که جان سینا اون مسابقه رو باخت، شور داشتم اشک میریختم و گریه میکردم. خب آقا بریم بخش دوم ویدیو، یعنی کامنت های تیک تاک. واقعا این بخش تیک تاک این رقابت سنگینی داره با این اینستاگرام میکنه. کامنت های تیک تاک کلا 2 تا بخش بیشتر نیست. یا همه دارن یکی رو مسخره میکنن، تحقیرش میکنن، شخصیتش رو زیر سوال میکنن، یا بی دلیل از یکی دارن تعریف الکی میکنن، ازش خدا میسازن. اصلا نمیدونی برای چی دارن تعریفشو میکنن، چون خوشگله. مثلا من گاهی اوقات کامنت یه نفر رو باز میکنم میبینم مردم براش لشکرکشی کردن، دارن دماغشو مسخره میکنن یا موهاشو مسخره میکنن. و من میگم چرا خب آجی چرا اینطوری میکنید؟ چرا همگی با هم دیگه تصمیم میگیرید به یکی اتک بزنید، نابود کنید یارو رو؟ و حاجی برعکسش اونور کافیه شما یه دختر خانوم باشی و خوشگل و بیاین بدترین کارهای روی کره زمین رو انجام بدید. نمیدونم دزدی، فحاشی، پولشویی، پا کردن صندل با جوراب، اصلا مهم نیست چی کار میکنید. جنایت هم بکنید میان قربون صدقتون میرن، ضعف و قش واسهتون میکنن. و آقا من با این قضیه مشکل دارم. کار بد جنسیت نداره، یه دختر و پسر نداره. دخترم کار بد بکنه باید بهش تذکر بگی آقا نکن، زشته، نکن، بده، آقا نکن. تازه بچه‌ها این خوبه ماجراست. من اصلا یه چیزی تو تیک تاک دیدم و ترسیدم، اینه که آقا تو تیک تاک یه چیزی که ترنده، ما بقیه ما اسمشون رو چیزای عجیب غریب میذارن و میرن تو کامنت ها یه چیزی مینویسن. مثلا ساعت رونالدو یه چیزی کامنت گذاشته، یا آچار فرانسه کامنت گذاشته، یا شورت جاستین بیبر کامنت گذاشته. کلا یه چیزی ترندیه مثلا سر بامزگی و چیزی بدی هم اونقدر نیست. ولی خب من 2 تا 3 تا چیز عجیب غریب تو کامنت های یوتیوبر و تیک تاکر رو دیدم، اصلا باور نمی‌کنید. دیدم مردم با همچین اسمایی دارن واسه یوتیوبر و تیک تاکر مورد علاقهشون کامنت میذارن. حاصل تریسام 3 تفنگدار.
بعد سکس نیما تکیدو، نوار بهداشتی ستایش. حاجی چیکار میکنید؟ دیوونه شدین؟ عقلتون رو از دست دادین؟ به جنون رسیدین؟ جدی بچا این چه کاریه میکنه؟ من اصلا موندم چی بگم. اصلا بیا این بخش تیک تاک رو ببندیم بریم سراغ یه چیز دیگه. اگه بهم نمیگین سینا گیمیار یا اندروتیت، من موافقم یه سری از مخاطبای توی تیک تاک بد درگیر ماتریکس و نمیدونم فضای مسمومش هستن. دقت بکنید همه توش بنده ترندیات هستن، همشون یه نوع لباسو میپوشن، همشون یه آهنگو گوش میدن، همشون از یه لفظ استفاده میکنن، قیافه‌هاشون اصلا کپی هم شده. اصلا چیکار دارید میکنید بچه‌ها؟ اگه توش هم فعالیت میکنید خدای اصلا به چشم سرگرمی نگاش بکنید، غرق دوپامینش نشین. اصلا دختر بچه‌ها به خودشون کمبود میدن، پسر بچه‌ها قیافه‌شون متنفرن، بعد کارایی که خود تیک تاکرها هم انجام میدن کارای عجیب غریبیه. واسه اینکه ویو بگیرن با هم دیگه تیک تاکرها کات میکنن و میرن با یکی دیگه مثلا، یا مثلا کار خنده‌داری که میکنن اون پرچم توی بیوشون رو از ایران برمی‌دارن و میکنن ترکیه و مثلا باش فلکس میکنن که ما تو ترکیه، ما اصلا تو ایران نیستیم، ما شهروند ایرانی نیستیم، در حالی که اصلا بری ببینی خونه یارو تو رباط کریم، تو اسلام شهر، تو ورامینه. و یه درامای عجیب غریب تو این یکی دو هفته رخ داد، اصلا من دیدم پشمام ریخت. برای یه تیک تاکر بود به اسم فاطمه تاجی که یه نفر اومده نود این خانومو پخش کرده، حالا خودش میگه که ای آیه و همه دارن تو تیک تاک از این قضیه استفاده میکنن که ویو بخورن و از این قضیه سوء استفاده جدی بچه، یعنی جدی. و اصلا بچه من کار ندارم اون ویدیو ای آی هوش مصنوعی یا واقعیه یا فاطمه تاجی که اصلا خودش آدم خوبیه یا آدم بدی و شیطانیه، ولی کار شما خیلی زشته، افتضاحه که میایین فیلم شخصی یه نفر رو پخش میکنین یا میخواین ازش ویو بگیرین. و اینم من میدونم همچین موضوعی رو تو اینترنت نمیتونی جلوشو بگیری، ولی من واسه این بند خدا رو دیدم اصلا پشمام ریخت. همه داشتن ازش سوء استفاده میکردن که ویو بخورن و من وظیفه خودم دونستم که بیام اینو توضیح بدم که بچه‌ها نکنید، کار خیلی شیطانیه. و حالا آقا از این داستانا بگذریم، من واسهتون تو این ویدیو یه سورپرایز مخصوص دارم. یه متخصص تیک تاک واسهتون آوردم که کامل بیاد تیک تاک رو واسمون توضیح بده و یه سری چیزای پشم ریزونتر بیاد بهمون توضیح بده. و آقا قبل اینکه سورپرایز رو بهتون نشون بدم، ممنون میشه آقا چنل منو سابسکرایب بکنید. اگه سابسکرایب ندارین که زودتر 10k بشین بچه‌ها، ساب کنید. و بریم برای سورپرایز بچه‌ها. آقای متین طلا، خوش اومدی متین جان. چه خبر؟ سلام. اول از همه مرسی بابت دعوتت فاضل جون. قربونت بشم. برای اونایی که نمیدونن من کیم و از کجا اومدم، بچه‌ها من متین طلام، یه تیک تاکر متاسفانه که توی تیک تاک دارم 100,000 تایی تقریبا میشم. خب آقا متین واسمون چی آماده کردی؟ من به مخاطبم قول دادم که قرار چیزای افسانه‌ای به اون نشون بدی. اولین موضوعی که میخوام بهش بپردازم، شاید خودت دیده باشی تیک تاک فارسی رو باز کرده باشی، اسکرول کنی، دیده باشی وای چه کاپلای زیبایی دست تو دست هم دارن غیر میدن و همدیگه رو میبوسن. شاید میخوام بهت خیالت رو راحت کنم، تقریبا از 100% 60% این روابط فیک. ببین متین، من زیاد خودم تو تیک تاک فعالیت نمی‌کنم، زیادم دراماشو دنبال نمی‌کنم، ولی این چند وقتی پیش دیدم مثلا شکور و نگین و فاطمه تاجیک با دوست پسرش به دراما خوردن. تو که تو تیک تاک یه توضیح تکمیلی به ما میدی؟ ببین خانم نگین و آقای شکور اینا تقریبا بعد فکر کنم تقریبا 1.5 سال رابطه‌شون تموم شد. خیلی یهویی، یعنی خیلی یهویی. و اینا ببین اینا اصلا از همون اولی که وارد رابطه شدن مثل اینکه دراما حاشیه داشتن، مثل اینکه نگین خانم با یه فرد دیگه، یه تیک تاکر دیگه تو رابطه بوده، بعد با اون کات میکنه و فکر کنم مدت زیادی طول نمیکشه سری میاد پیش مثلا با شکور میرن تو رابطه که مثلا میدونی شک و شبهه رو داره زیاد میکنه، مثلا چه اتفاقی افتاد. ولی اتفاقات تو تیک تاک هم خیلی زیاده، من زیاد دیدم مثلا انجام میدن تیک تاکرها. دقیقاً خیلی اتفاقات عجیب و غریبی میفته هر روز تو تیک تاک فارسی. حالا فاضل جان، نظر تو در رابطه با اختلاف سنی زیاد توی رابطه چیه؟ ببین من اینطوریم که آقا به عنوان پسر تو باید سراغ یه دختری بری که زیر سن قانونی نباشه. این فکر منه. یه جوری نباشه که اصلا یارو که زیر 18 سال باشه هر غلطی که دلت خواست بکنی و یارو چون حالا سنش پایینه متوجه نباشه تو داری چی کار میکنی. حالا ما واقعا نمیدونیم نگین خانم چند سالشه و دستای پشت پرده‌ام به من چیزی نگفتن، خبرچینام به من چیزی نگفتن. خب ببین متین، من ازت چیزای بیشتری میخوام. ازت یه چیزایی میخوام که به اون بگین که مخاطبا اصلا انگوش به دهن ببینن که آقا متین داره چی میگه، مگه تو تیک تاک چه خبره. خب بذار با 2 کلمه شروع کنم. مواد زدن یه دختر زیر سن قانونی.
داستان از این قراره که یه دختر خانومی برای جلب توجه خودش توی چنل تلگرام خودش یه ویدیو مسیجی منتشر میکنه. مثلا میگه آره داداش ما فازشو خیلی داریم، ما میزنیم. مثل اینکه تو اون ویدیو مسیجه داشته یه سری قرص، یه سری چیزا رو پودر کرده بودش و میگه که بچه‌ها من اینجاشو زدم ولی اینجاش خوب در نیومده، اینجا نزدم و آره فلکس میکرده یه جورایی دیگه. آفرین. فلکس مثلا میکرده. من خیلی خفنم آره. که یه بزرگترین و بدترین کار و کدیترین و چیپ و احمقانه ترین کاریه که یه نفر میتونه انجام بده. اصلا زدن افتخار نداره که فلکس بکنه، اصلا این کار افتضاحیه. و نمیدونم چرا جدیدن داره تو نسل جدید مثلا مد میشه هر کی بنگی تره، هر کی موادی تره، هر کی اسکول تره تو سوشال مدیا مثلا آدم خفن تر و کول تریه. و اینکه اون دختر خانوم هم از روی بچگیش این کار احمقانه رو کرده و واقعا نمیدونم چی در انتظارشه. ببین متین طلا اینا منو ارضا نمیکنه، اون آستو واسه من رو کن، اون کارت طلاییت واسه من رو کن که ببندیم ویدیو رو. خب نظرت راجع به اونلی فنز داشتن تیک تاکرها چیه؟ اینو من جدید دارم میشنوم، اینو من دیگه دارم جدید میشنوم. بعضی از تیک تاکرها که باشون در ارتباطم و بعضیاشون رو حتی میشناسم با هم دیگه حرف زدیم اونلی فنز دارن و درآمد خیلی زیادی هم ازش کسب میکنن. یعنی تو عموم لینکشو میذارن، یعنی مردم هم میخرن. بخوام لو بدم چقدر در میاره، جوری که گفت نزدیک به $2500 در ماه. $2500 دقیقه صبر کنم ببینم $2500 چقدر میشه. 475 میلیون حاجی. تازه بعضیش اسکمه ها، یعنی مثلا چیز خیلی جنسی و اینا نمیذاره، محتواش مثلا داره میره باشگاه، ویدیو از باشگاه رفتنش رو آپلود میکنه تو اونلی فنز، بعد میفروشه مثلا $7 $8. پشمام حاجی، اینو اصلا من نمیدونم، بار اول به گوشم خورده. تیک تاک من قبلا فکر تیک تاک اصلا یه برنامه خیلی گوگلیه، کیوته، اصلا هیچ داستانی توش نیست. یکم که اصلا رفتم توش دیدم که حاجی اصلا اینطوری نیست، یعنی دست کم اینجوری واقعا با این اینستاگرام نداره. داره رقابت میکنه و به نظر من فضاش سمتر قرار بشه، یعنی تا 3 سال آینده از اینستاگرام هم حتی بدتر قرار بشه. خلاصه اینم از پشت پرده تیک تاک فارسی بچا. آقا دمت گرم اومدین تو ویدیو، خوشحالمون کردی. ممنون بابت لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. هم چنل فاضل هم من. بچا بیان ویدیوهای منو ببینین، من واچ تایم میخوام. آره بچا بریم ویدیو متین رو ببینین، متین کارش خیلی بمبه. آقا خدا نگهدار. امیدوارم بچا از ویدیو لذت برده باشین. گفتم بیام ازتون یه خدافظی شخصی هم بکنم، زشته بچا. و اینکه آقا ایده میدی دارین حتما تو کامنت ها بنویسین، من دوستتون دارم. و اینکه یه چیز مهم